بهم گفتن سینما بهمن خبرایی. زود خودم رو رسوندم و اینجا رو ببین. کلی هنرمند دوره هم جمع شدن. رفتم جلوتر تا بیشتر از قضیه سر در بیارم. خب یه سری بوم نقاشی با اعداد مشخص. یکی ظرفا رو پر میکنه، یکی قلموها رو تمیز میکنه. این هم از توناژهای مختلف رنگی که دقیق روش نوشته شدن. اینجا هم چک نهایی و تمام. طرح تابلوها هم دقیق نگاه کردم ولی چیزی دستگیرم نشد. فعلا بیخیالش شدم و رفتم با آقا راستین مشغول شدم. سلام. خوبی شما؟ خوبم. چیکار می‌کنی؟ داریم نقاشی میکنیم. اینم از دستکش، رنگ گرمو برداریم و ادامش با راستین. یکم حواسم پرت شده. از خط بیزی میزدم. رفتم بیرون و دیدم مردم هم مشغول شده. اینجا هم یه بخش از کار رو داریم تو پیاده رو جلوی سینما انجام میدیم به خاطر اینکه مردم بیشتری بتونن کمک کنن، همراه باشن. اونور یه آقا پسر دیدم. بهش گفتم چه آرزویی داری؟ دوست دارم تا آخر پای نظامم و رهبرم باشم. عجیب بود اینجا. این چند حرفم خیلی مغرورانه باشه ولی به خودم افتخار میکنم که الان اینجا وایسادم تو این قسمت از تاریخ، تو این سمت. خب یه نشونه خوب. روی این نوشته یه قطعه از این بوم سهم توست. یعنی هر کی قلمو دستش گرفته و این بوم رو رنگ کرده یه سهمی توی کار بزرگ و خوبی داشته. همینطوری ذهنم درگیر بود که چادرش نظرمو جلب کرد. الان از این وضعیت راضی خیلی. پشت سر این خانوم یه عکس آشنا به چشمم خورد. انگار همه گره‌های ذهنیم باز شد. این آقا قشنگترین سهم نقاشی رو بر عهده داشت. چشم‌های آقای شهید. یه روز اون رویداد گذشت و همه چی آماده است و امشب مراسم رونمایی. سلام. زمان واژگون چیه تو دستتون؟ حالا مال شرخونه نیست. باهاش رفتم که یه دلنوشته که مدت‌ها بود تو دلم مونده بود رو بنویسم. خب دیگه انگار وقتشه. همه مشتاقانه چشم دوخته بودن به پرده مشکی و پرده کنار رفت و نتیجه همینقدر زیبا رونمایی شد. حالا هر بار تک تک کسایی که سهمی داشتن هر دفعه از اینجا رد میشن سرشون رو بالا میگیرن و با چشمای پر از اشک و دلهایی که تنگ شده به خودشون افتخار میکنن که قطعه‌ای از این بوم سهمشون بود.